أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوال 18 از کتاب عقیده برای طفل مسلمان. کم شعبة للایمان، چند شعبه است یا که قسم است یا که خصلت است از برای ایمان. یعنی ایمان چند شاخه دارد یا که چند خصلت دارد. للایمان بضع و سبعون شعبه، از برای ایمان 70 و چند شعبه است یا که خصلت است. اعلاها قول لا اله الا الله، از همه شاخه بلندترین یا که خصلت بلندترین ایمان گفتنی لا اله الا الله است. و ادناها اماطة الاذى عن الطریق، و از همه پستش شاخه پست ایمان یا که خصلت پایانترین ایمان دور کردنی آن چیزی که آزار و اذیت می‌دهد مردم را از راه. یعنی هر چیزی که در راه مردم را آزار می‌دهد، مانند سنگ است یا که خاشاک است یا که هر چیزی که باشد، دور کردن اون از راه، این خصلتی از همه پایانترین ایمان است. والحیاء شعبة من الایمان، و حیا، شرم و حیا شاخه یا که خصلت از ایمان است، از جمله ایمانداری است. الله مهربان و فرزندان ما و شما عقیده صحیح و سالم اسلامی را آموختنش نصیب و روزی گردانده باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي، هداني إلهي بعيد